سلام، من محسن یاوری هستم و اینجا انجمن هفتگی داستان ساره. میخوایم یکی از داستانهای ارنست همینگوی رو با هم بخونیم و در ادامه دربارش صحبت بکنیم. داستان تپه‌های چون فیل‌های سفید رو من براتون میخونم و اگر دوست داشتید میتونید نقد این داستان رو هم در ادامه حتما بشنوید. تپه‌هایی چون فیل‌های سفید. نه سایه‌ای بود و نه درختی و ایستگاه میان دو ردیف خط آهن زیر آفتاب قرار داشت. در یک سوی ایستگاه سایه گرم ساختمان افتاده بود و از در باز نوشگاه پرده ای از مهره‌های خیزران به نخ کشیده آویخته بود تا جلو ورود پشه‌ها را بگیرد. مرد آمریکایی و دختر همراهش پشت میزی بیرون ساختمان در سایه نشسته بودند. هوا بسیار داغ بود و 40 دقیقه دیگر قطار سریع السیر از مقصد بارسلون می رسید. در این محل تلاقی دو خط 2 دقیقه‌ای توقف می کرد و به سوی مادرید راه می افتاد. دختر پرسید چی بخوریم؟ کلاهش را از سر برداشته و روی میز گذاشته بود. مرد گفت هوا خیلی گرمه. خوب آبجو بخوریم. مرد رویش را به سوی پرده کرد و گفت 2 سرو ساس. زنی از آستانه در پرسید گیلاس بزرگ؟ بله 2 گیلاس بزرگ. زن 2 گیلاس و 2 زیرگیلاسی ماهوتی آورد. زیرگیلاسی ها و 2 گیلاس را روی میز گذاشت و به مرد و دختر نگاه کرد. دختر به دوردست به خط تپه ها چشم دوخته بود. تپه ها زیر آفتاب سفید میزد و اطرافشان قهوه‌ای و خشک بود. دختر گفت مثل فیل‌های سفیدن. مرد گیلاس خود را سر کشید. من هیچ وقت تپه سفید ندیدم. چشم دیدن نداری. مرد گفت دارم. حرف تو که چیزی رو ثابت نمی‌کنه. دختر به پرده مهره‌ای نگاه کرد. گفت روی پرده با رنگ چیزی نوشتن. معناش چیه؟ آنیس دل تورو، یه جور مشروبه. امتحانش بکنیم؟ مرد از پشت پرده صدا زد بیاین اینجا. زن از نوشگاه بیرون آمد. 4 رئال میشه. 2 تا آنیس دل تورو میخوایم. با آب؟ تا با آب میخوری؟ دختر گفت نمیدونم. با آب خوشمزه است؟ خوشمزه است. زن پرسید با آب میخورین؟ بله با آب. دختر گفت طعم شیرین بیان میده و گیلاس را روی میز گذاشت. همه چیز همین طعمو داره. دختر گفت آره همه چیز طعم شیرین بیان میده، به خصوص چیزهایی که آدم مدتهای زیادی چشم به راهشون باشه، مثل افسنتین. ول کن دیگه بابا. دختر گفت تو شروع کردی، به من که خوش میگذشت، به من خیلی خوش میگذشت. خب بذار باز هم به همون خوش بگذره. خیلی خوب، من همین کارو میکردم. در اومدم گفتم کوها مثل فیلهای سفیدن. این حرف جالب نبود؟ جالب بود. دلم میخواست این مشروب تازه رو امتحان کنم. همه ما این کارو میکنیم، به چیزها نگاه میکنیم، مشروب تازه امتحان میکنیم. غیر از اینه؟ به گمونم همینطور باشه. دختر به تپه ها نگاه کرد. گفت تپه های قشنگیه، خیلی هم مثل فیلهای سفید نیست. یعنی آدم وقتی از پشت درخت ها نگاه کنه پوستشون رو سفید میبینه. یه مشروب دیگه بخوریم؟ باشه. باد گرم پرده مهره‌ای را رو به میز حرکت داد. مرد گفت آبجو خنک میچسبه. دختر گفت عالیه. مرد گفت جک باور کن، یه عمل خیلی ساده است. باور کن اسمشو عمل هم نمیشه گذاشت. دختر به زمین که پایه های میز رویش بود نگاه کرد. جک میدونم که به حرفم گوش نمیدی، اما باور کن ترسی نداره، فقط هوا وارد میکنن. دختر لام تا کام حرفی نزد. من همراهت میام و تا هر وقت طول بکشه پیشت میمونم. فقط هوا وارد میکنن و بعد انگار نه انگار. بعد چه کار کنیم؟ خوش میگذرونیم، درست مثل اول. از کجا اینطور خیال میکنی؟ آخه این تنها چیزی که موی دماغ ماست، تنها چیزی که سد راه خوشبختی ماست. دختر به پرده مهره‌ای نگاه کرد. دستش را دراز کرد و 2 رشته مهره را گرفت. فکر میکنی کاروبارمون رو به راه میشه و خوشبخت میشیم؟ البته ترسی نداره، خیلی ها رو میشناسم که این کارو کردن. دختر گفت پس من هم همین کارو میکنم.
که گفتی بعد همشون خوشبخت شدن. مرد گفت خب اگه دلت نمیخواد مجبور نیستی، اگه دلت نمیخواد مجبورت نمیکنم، اما مثل آب خوردنه. تو واقعا دلت میخواد؟ نظر منو بخوای این بهترین کاره، اما اگه واقعا دلت نمیخواد مجبورت نمیکنم. اگه این کارو بکنم تو خوشحال میشی و همه چیز مثل اول میشه، اون وقت دوستم داری؟ من الان هم دوستت دارم، خودت میدونی دوستت دارم. میدونم، اما اگه این کارو بکنم و بعد بگم چیزها مثل فیلهای سفیدن، اون وقت دوباره همه چیز رو به راه میشه و تو راضی میشی؟ من راضی میشم، الان هم راضیم، اما فقط یه گوشه دلم ناراضیه. خودت خبر داری وقتی ناراحت باشم چه حالی دارم. اگه این کارو بکنم دیگه ناراحت نیستی؟ من ناراحت نیستم، چون واقعا مثل آب خوردنه. پس این کارو میکنم چون حال خودم برام مطرح نیست. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم حال خودم برام مطرح نیست، اما برای من مطرحه. خب باشه، اما برای خودم مطرح نیست و دست به این کار میزنم تا فقط کارها رو برا بشه. اگه اینطور فکر میکنی نمیخوام دست به این کار بزنی. دختر از جا برخاست و قدم زنان به انتهای ایستگاه رفت. در سوی دیگر کنار ساحل ایبرو مزارع گندم و صف دراز درختها دیده میشد. دورتر در آن سوی رود کوهها به چشم میخورد. سایه ابری از روی گندمزار میگذشت و دختر از پشت درختها رودخانه را نگاه میکرد. دختر گفت میشه اینها همه مال ما باشه، میشد همه چیز مال ما باشه، اما روز به روز از خودمون بیشتر دورشون میکنیم. چی گفتی؟ گفتم میشد همه چیز داشته باشیم. میشه همه چیز داشته باشیم؟ نه نمیشه. میشد همه دنیا مال ما باشه؟ نه نمیشه. میتونیم همه جا بریم؟ نه نمیتونیم، دیگه مال ما نیست. مال ماست. نه نیست. وقتی چیزی رو از آدم میگیرن دیگه گرفتن. هنوز که نگرفتن. ببینیم و تعریف کنیم. مرد گفت برگرد بیا توی سایه، این فکر و خیال ها رو نکن. دختر گفت من فکر و خیال نمی کنم، من از همه چیز خبر دارم. نمیخوام کاری رو بکنی که دلت نمیخواد. دختر گفت حتی کاری که با حال من نسازه؟ میدونم باز هم آبجو بخوریم؟ باشه، اما باید درک کنی که. دختر گفت من درک میکنم. بهتر نیست دیگه درش رو بذاریم؟ پشت میز نشستند و دختر به جانب تپه های خشک دره چشم دوخت و مرد به دختر و میز نگاه کرد. مرد گفت باید درک کنی که اگه تو دلت نخواد من 70 سال نمیخوام دست به این کار بزنی. اگه برات مهمه با کمال میل پای همه چیزش وامیستم. مگه برای تو مهم نیست؟ میتونستیم با هم سر کنیم. البته که مهمه، اما من کسی رو جز تو نمیخوام، کس دیگه ای رو نمیخوام و میدونم که مثل آب خوردنه. بله، گفتنش مثل آب خوردنه. تو هر حرفی میخوای بزن، اما من میدونم. میخوام لطفی در حق من بکنی. هر کاری بگی میکنم. میخوام خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم، خواهش کنم خفه شی. مرد حرفی نزد، اما به کیف‌های کنار دیوار ایستگاه نگاه کرد. برچسب همه هتل‌هایی که شب‌ها را در آنها گذرانده بودند رویشان دیده می‌شد. مرد گفت من نمیخوام کاری بکنی، دیگه حرفشو نزنیم. دختر گفت الان دیگه جیغ بکشم. زن با 2 گیلاس آبجو از لای پرده بیرون آمد و آنها را روی زیر گیلاسی مرطوب گذاشت. زن گفت قطار 5 دقیقه دیگه میرسه. دختر پرسید چی گفت؟ گفت قطار 5 دقیقه دیگه میرسه. دختر از روی تشکر با چهره بشاش به زن لبخند زد. مرد گفت بهتر کیف ها رو ببرم اون طرف ایستگاه. دختر به او لبخند زد. خیلی خوب، پس برگرد تا آبجوها رو تموم کنیم. مرد 2 کیف سنگین را بلند کرد و ایستگاه قطار را دور زد و قدم زنان با آن سوی خطا رفت. از روی خط آهن سرش را بلند کرد، اما قطار دیده نمیشد. در بازگشت از سالن نوشگاه که در آن مردم به انتظار آمدن قطار چیز می نوشیدند گذشت. 1 گیلاس آنیس نوشید و مردم را نگاه کرد. آنها همه معقولانه انتظار می کشیدند. از لای
پرده مهره‌ای بیرون رفت. دختر که پشت میز نشسته بود به او لبخند زد. مرد پرسید حالت بهتر شد؟ دختر گفت حالم خوبه، چیزیم نیست، حالم خوبه. مرسی.